سلام. حالا احوالتون خوبه؟ دوستان اگه یادتون باشه دیشب از جنس بنجل ولی فقیه گفتیم و چاقوی زنگ زده‌ای که گذاشت تو جیب عبای شیخ فری. حالا ببینیم شیخک دجال یعنی همون حسن فرفره با این حکم کپک زده علی گدا راجع به شورای به اصطلاح عالی انقلاب ضد فرهنگی چی کار کرده؟ رئیس جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب برای ترسیم افق راهبردی در مسیر تعالی شورای عالی انقلاب فرهنگی قدردانی کرد. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرده بی تردید مواجهه هوشمندانه با پدیدارهای فرهنگی در گروی تبیین فلسفه فرهنگی انقلاب اسلامی و کوشش جهت هم‌افزایی ظرفیت‌ها خواهد بود. شیخ فری بپایه و تو ولایت مداری اووردوز نشی. اون قدردانی عظما خرکانتو باور کنی یا این نسخه پیچیدنت واسه ولی فقیه و ما نفهمیدیم بالاخره تو باید کوشش رو هم افزایی کنی یا ولی فقیه؟ قراره تو بری تو خط اون یا اون بیاد تو خط تو؟ در نامه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است بی تردید در این راه بلند راهنمودها و حمایت‌های رهبری بزرگوار هدایتگر و توان افزا خواهد بود و تلاش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را جهت خواهد داد. دوستان اینایی که شنیدید نخود و لوبیای نامه شیخ فری به علی گدا بود. از این تعارف‌های کشککی که بگذریم میرسیم به گوشت گندیده نامش که بوش از ورق پاره‌های حکومتی بلند شده. تعیین سیاست‌های فرهنگی کشور در عرصه‌های هویت، حیات و امنیت فرهنگی و تصویب مصوباتی عملی و اجرایی است و نه اسنادی آرمانی. مردم صاحبان و حاملان فرهنگ هستند. از این رو نقش اول در هر سیاست فرهنگی متعلق به خود مردم است. در این دیدگاه سیاست‌های فرهنگی مستلزم رویکردی ایجابی برای جوشش و آفرینش و حل مسائل است و نه رویکردی سلبی برای سکون و رکود و ایجاد موانع. دیدی 3 سیخ اعتدالی رو پیچید لای نامه و فرو کرد تو جیگر ولایت. از یه طرف میگه جای این کاغذبازی‌ها تو عمل بیا دنبال دنب کوسه. بعد میگه علی گدا یه وقت فکر نکنی کاری هستی یا صاحب فرهنگ مردمن. منظور از مردمم خودش و بابا کوسشه. آخرش هم میگه تو باعث سکون ابوطیاره اعتدال شدی، برو کنار بذار باد بیاد. به این میگن کوسه بنفش. از اونجایی که تو مسابقه دجالگری کار جماعت دلواپس و جماعت جام زهری به ضربات پنالتی کشیده، دلواپس ها هم معطل نکردن و جواب نامه شیخ فری رو همراه با سس خرخودتی واسش سرو کردن. از شریعت نداری شروع میکنیم. هرچند تأکید بر سرلوحه قرار دادن راهنمودهای رهبر انقلاب در جای خود ارزشمند است، اما مهمتر و فراتر از این قدردانی لبیک عملی به این راهنمودهاست. سزاوار است رئیس جمهور که مدیریت تصمیم گیری در جلسات شورا و تعیین دستورها و اولویت‌ها را بر عهده دارد در این زمینه گزارشی از عملکرد مؤثر 1 سال گذشته را مثلا در حوزه وزارتخانه‌های علوم و ارشاد و آموزش و پرورش، مطبوعات و رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و فرهنگ عمومی منتشر کند. بازی دست رشته رو یادتونه؟ الان با یه چنین وضعیتی مواجهیم. علی گدا توپو قل میده تو بغل شیخ فری، شیخ فری دوباره برمیگردونه تو ریش علی گدا. از اون طرف دلواپس‌ها هم دوباره برش میدارن و شوتش میکنن تو شکم شیخ فری. اینجاست که چاقوی زنگ زده علی گدا شطلق میخوره تو تخت سینه خودش. یکی نیست بهش بگه نفله. آخه ولی فقیه ترس شکسته بدبخت پا به گور رو چه به حکم حکومتی حکم صادر میکنی بعد مفتضح میشی. موشکاف به ریش تو رئیس جمهورت میخنده.